در شهر ترسونزاده یک جنایت مدهش روزنی را آشکار کردند. 4 جوان ساکن ترسونزاده سالهای تولد 3 نفرش 2000 و یکی دیگر 2002 شب 19 مارس سال 2022 شبانه با مقصد غارت برو نقاب کشیده چوب دستها در دست شبانه وارد منزل غفورов ستار 88 ساله شده این موسفید ساکن جماعت رحمانوف را سخت شکنجه دادند و طلب کردند که پول و مالش را برآورده بدهد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله در یک گزارش ویژه در برنامه اخبار وزارت کارهای داخله گفت غارتگران را حرص و پول و مال چنان فرا گرفته بود که آنها به سن و سال موسفید نگاه نکرده با طلب پول و طلا حتی رشای او را کنده گرفتند. در نتیجه موسفید سال تولدش 1934 بر اثر این عذاب و شکنجه جراحات وزنین برداشته در بیمارخانه از عالم چشم پوشید. وزارت کارهای داخله گفت در نتیجه چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی با اتهام دست داشتن در این جنایت مدهش 2 نفر باباقلوف امید سال تولدش 2000 مجیدوف محمد رسول سال تولدش 2000 دستگیر کرده. 2 نفر دیگر رحیمبک عبدالامون سال تولدش 2000 میرزایف الهام جان سال تولدش 2002 تحت جستجو قرار داده شدند. همه گمانبران ساکنان ترسونزاده می باشند. در گزارش وزارت کارهای داخله باباقلوف امید به طور مفصل نقل کرد که چگونه وارد خانه موسفید شده او را شکنجه دادند. او حتی لحظه را که برای ترساندن بابای ستاری ریش او را کندند نقل کرد. بنا به نقل امید باباقلوف و محمد رسول مجیدوف آنها در روی حولی به سر موسفید با چوب دست زده او را از پای افشاندند و سپس به حمام درآورده دست و پا و دهان او را با سکاچ بستند و سپس خانه‌هایش را برای پول و طلا کوفتند. وقتی که آنها پول را پیدا نکرده به نزد موسفید برگشته او را عذاب دادند تا که جای پول و مالش را نشان دهد. به این 2 جوان اکنون برای غارتگری و کشتار همچون جزا از 15 سال زندان تا حبس عمرباد تهدید میکند.